آقا اینقدر دیگه این ربات زبون بسته رو انگوش نکن و این تعداد سکه ها رو جمع نکن، چون این تعداد سکه ها به گفته تیم رسمی همستر دیگه زیاد تاثیر نداره توی ایردراپی که قراره بهتون بده. میدونی چیا تاثیر داره؟ بیا بهت بگم. قبل ویدیو همین الان لایک رو بزن، سیو کن که قطعا به دردت میخوره. حتما برای همه دوستات بفرست، چون میدونم کل ایران دارن همستر ماین میکنن و این کارو باید حتما بکنن. ببین دوست من، این قسمت ماین داره. این قسمت شما یه سری کارت داری که میتونی با خرید این کارت ها درآمد روزانت رو افزایش بدی. این درآمد روزانتی که اسمش هم پروفیته. یه قسمت مهم برای اینکه بیشتر پول در بیاری اینه. قسمت بعدی به دست آوردن این سه تا کارتی است که هر روز میذارم و منم تو کانال تلگرامم براتون میذارم. این سه تا رو هر روز باید تکمیل بکنی. و قسمت بعدی هم فعال کردن حالت کد مرس هست و زدن کد مرس هر روز که اون هم توی کانال تلگرامم برات میذارم. پس اگر این کارا رو نکنی عملا این تعداد سکه به هیچ دردی نمیخوره و مطمئن باش اینا قیمت گذاری نمیشه. خود تیم همستر این رو گفته و دیگه خیالت هم از این بابت راحت باشه. این هم کانال تلگرام ما هستش که می‌بینید تصویر کارت ها رو براتون گذاشتیم، همچنین اون کد مرس رو هم براتون گذاشتیم. اینجا هر روز اینا رو آپدیت می‌کنیم و توی این ویدیو آخر هم همه این نکات رو کامل توضیح دادم براتون. اگه می‌خوای عضو کانال تلگرام ما بشی، همین الان کلمه تلگرام رو توی کامنت ها بنویس تا لینک برات دایرکت بشه و حتما عضو شو تا این فرصت ها رو از دست ندی. این ویدیو رو هم برای همه دوستات بفرست.